8 خوراکی که مغز را تقویت می‌کنند. 1. آووکادو. این میوه مغزی سرشار از چربی‌های سالم، ویتامین‌ها و مواد معدنی است که برای سلامت مغز مفید هستند. 2. آلبالو. این میوه‌ها سرشار از آنتی‌اکسیدان و فلافونوئیدها هستند که می‌توانند عملکرد شناختی و حافظه را بهبود بخشند. 3. ماهی سالمون. ماهی‌های چرب مانند سالمون سرشار از اسیده چرب امگا -3 هستند که برای رشد و عملکرد مغز ضروری هستند. 4. گردو. حاوی چربی‌های سالم، آنتی‌اکسیدان‌ها و خواص ضدآلت‌تابی دارد. گردو یک میان‌وعده مغزی برای مغز است. 5. تخمه آفتابگردان. منبع ویتامین است که با عملکرد شناختی بهتر و تقویت حافظه مرتبط است. 6. تخمه کدو. سرشار از ویتامین‌هایی است که برای عملکرد صحیح مغز و سلامت اعصاب اهمیت دارد. 7. بادام. سرشار از ویتامین، منیزیم و آنتی‌اکسیدان‌هایی است که می‌تواند عملکرد مغز را بهبود بخشد و از آفت شناختی محافظت کند. 8. زردچوبه. ترکیب فعال آن به نام کورکومین، خواص ضدآلت‌تابی و محافظت کننده اعصاب دارد که ممکن است سلامت مغز را بهبود بخشد. اگر می‌خواهی هر روز دانا ترشوی پیچ ما را فالو کنید. ممنون از اینکه ویدیو را تا آخر نگاه کردین.